اما اصلا سلام. خسته نباشی قربونه. 2 تا کوبیده به ما لطف کن، یه دونه قیمه، 3 تام کوکا. رشید فیش دم شما. نوشابه یخچال بردار. بروی چش. فقط چقدر شد؟ برو غذا تو بگو من حساب قبلی هم دارم. غذا تو بخور مهمون ما. خیلی خوش اومدین. متشکرم، ممنونم. چند نفرین؟ ما 3 نفر هستیم. رزرو داشتین؟ خیر. همراهتون کی میرسن؟ یه 2-3 دقیقه دیگه. سالن میشینین یا بالکن؟ بالکن اگر بشه. سیگار میکشین یا نمیکشین؟ میکشیم. بله. بالکن شرقی یا غربی؟ بالکن غربی. اگه سیگار میکشین شرقی باید بشینید. کش همراهتون هست؟ خیلی کارت میکشم. ما چند دقیقه دیگه صندوقو میبندیم، کارت خونم نداریم. مستر کارت دارین؟ بله. باید بزنین بانکای سوئیس ما. چجوری با رستوران ما آشنا شدین؟ از طریق یکی دوستانم. از کوتاهی قد خودتون رنج میبرین؟ نه راضیم. شکست عشقی خوردین تا حالا؟ بله 1 بار. فقط مشخصات فردی خودتون، کد ملی، آدرس و شماره تماسی که بتونیم مواقع ضروری باهاش تماس بگیریم حتما باید بنویسید. بله حتما. مواقع اضطراری چیکار میکنین؟ من فرار میکنم. 2 سال آینده خودتو کجا میبینی؟ از لحاظ اجتماعی، مالی؟ همینجا که الان هستم. پس پیشرفتی نمیکنی. مبلمان خونتون چیه؟ نمیدونم، اطلاعی ندارم. مبلمان رستوران ما پیروه. شما هم باید پیرو باشه مبلمانتون دیگه که ما بتونیم در خدمت. پیرو نیستش. خب ما متاسفانه نمیتونیم در خدمت. خب من گرسنم عزیز. بفرمایید باهاتون تماس میگیریم پیرو خریده. فقط جسارتا من اومدم شام بخورم. شام میخوایم بخوریم؟ بله. لاست اوردر ما 9 صبح بوده واسه شام. البته ما از اولم جا نداشتیم.